سلام و درود کوروش بزرگ بر شما باد. اومدیم با یه ویدیو جذاب و دیدنی بریم که یه چالشی انجام بدیم با بازیکنای فول پوتومون که ببینیم آقا یه بازی میخوایم بزنیم داخل ای فوتبال لیگ و بریم ببینیم میتونیم با ترکیب فول پوتومون ببریم بازی یا نه. مثلا ببینیم فول پوتومون ترکیب چجوری میشه، قضیه از چه قراره. حالا بریم تو ترکیب که فول پوتومون بچینیم. من یه فول پوتو آماده داشتم ولی خب حالا حذفش میکنیم که دوباره با هم یه دونه بچینیم و دونه دونه بازیکن‌ها رو بیاریم و بذاریمشون داخل ترکیب. خب آقا اینم از ترکیب. ما دوتا پوتومون رو که داریم، این نوک نیمار و ولاهویچ که این نوکم. بریم سراغ بازیکن‌ها دیگه. الان مسی پوتو رو داریم، بیاریمش جای این مسی و پوتو بهترین پوتویی که دیگه داریم. خب تونی کروس میاریمش جای ماتئوس، وندایک میاد اینجا، دوناروما و اینجا هم که دیگه بارلام خب چیز پوتوه و مارتینز هم بذاریم ذخیره فعلا، رومرو فیکس، مانه. برام سوال اوورال رومرو چرا از وندایک بالاتره، اصلا نمیدونم چرا اوورال اون بالاتره. رودیگرم داریم اینجا، فدریکو کیزا که اینجا، داروین نونیز. فول پوتون والا زیاد جالب نیست ولی خب بازم خوب. همینم داریم مارکوس یورنته‌ای که اصلا پستایی که بازی میکرد دیدم حرام ریخ، اصلا همه جای زمین بازی میکنه، فقط سمت چپ بازی میکنه. اصلا مهاجم نوک، سی اف بازی میکنه، اس اس بازی میکنه، ای ام اف، سی ام اف، دی ام اف، آر ام اف، آر بی، آر دبلیو اف هم بازی میکنه ولی خب اوورالش کم میشه و واقعا چیز خوبی. یعنی همه جای زمین شما میتونید بازی بدید. آچار فرانسه است، چالهانلو نسخه دومه که خب چالهان مهاجم بازی میکنه. این هم شد فول پوتو ما. ببینیم بازیکنی که بهتر باشه نداریم. دیگو دالوت هم خب به کارم نمیاد اصلا. دنیس لاو و چیز موندن، خب دوتا بازیکن موندن. این دوتا رو بیارم، ندیدم این دوتا رو. 3030 بالاتر یعنی نمیره بالاتر، من یادمه 3033 میچیدیم ما. حالا هر شکلی که هست میتون ما هم بیار، حالا دلش نشکنه میتون ما هم بیار. خب آقا این هم شد ترکیب فول پوتو ما و راستی اینجا ترشتگی هم بیاریم پوتو، بیاریم اینجا یکی خدا خوشش بیار. بله اینم فول پوتو ما که دارید میبینید و بریم با این فول پوتو یه بازی داخل ای فوتبال لیگ بزنیم، ببینیم که آقا قضیه از چه قراره، چجوریه، میتونیم ببریم نمیتونیم و ببینیم که آقا میتونیم باش یه بازی ببریم و یه قدم نزدیک شیم به دیویژن 2. دیویژن 2 من چند بار رفتم حذف شدم، چند بار رفتم حذف شدم، ولی خب دیگه این سری بریم ببینیم آقا با فول پوتو میتونیم بریم که آقا میتونیم ببریم بازی رو و یه بازی هم بیشتر نمیزنیم چون وقت ویدیو زیاد میشه و بریم یه بازی بزنیم. شاید تو ویدیوهای بعدی و چالش‌های بعدی بازی‌های بیشتری انجام میدیم. بریم که یه حریف برای ما پیدا کنه. نتم که اوکیه. خب پیدا کرد، برک وصل کنه.
منتظریم که آقا وصل کنه حریف رو و فردا هم که پنجشنبه هست تو کمپین رمضان اضافه میشه به بازی و کمپین رمضان که میگن تقریبا فکر کنم 300 تا خیلی جا شنیدم که 300 تا کوین میخواد به همه بده. خب حریف هم پیدا شد، ترکیب حریف وای دهن سرویس. خب تنها راه نفوذ کناره، خوشبختانه ترکیب ما مثلا کلا کناره. آوتواید هم که بازی میکنیم یه بار دیگه برونو فرناندز و رافالیا کلونانی کالاهر کنارهای صورتی اوضاع خیته. خب آقا وضعیت بازیکنان نگاه کنیم. بله آقا نیمار متاسفانه چپ شد. بله آقا مسی که اوکیه. نیمار حالا بذار داخل بمونی. حالا نیمار مردش هم برای ما نیمار بالاخره نیمار مهم اینه باشه، فقط بودنش مهمه. خب آقا بریم که ببینیم میتونیم آیا کاری کنیم جلوی این تیم تقریبا قدر تیم خوب بود. خب بریم آقا. همین اولی فکر کنم گل میخواد بزنه. دیویز اینو بگیرید. خب اولی خیلی گذشت. برونو فرناندز نزنه. مرسی دوناروما. چی در آورد اینجا دوناروما. برو نیمار زود زدم. ولاهویچ نیمار اینطورا باللا نیمار بزنی. اینجا دیدی به خوب زد ولی خب متاسفانه شوت هم نداشت. نره این بره یه نمیشه بگیری. بنده شده پایین. خب بازی یه ذره باز کنیم آقا به جلو. ای خدا نت. خب خدا رو شد اوکی شد. نیم ساعت بعد فیلم هندیه مگه؟ چه خبره مگه فیلم هندیه؟ چه خبره دیگه مگه فیلم هندیه؟ خب آقا بریم سانتو بگیریم یا بنداز برای هویج. نیمار برو مانه بنداز بارلا. مسی برو. خدا سرویس مسی هم جلو یکی صورتی ترین دفاع یکی از نه صورتی ترین دفاع کناره. البته تئو هم هست ولی دیویز به نظرم صورتی تره. آقا این ترکیبم خیلی ها دنبالشن میگن آقا اینا کجا آوردی میگن هموطن بیاریم میگن که آقا این از کجا آوردی این ترکیب ما هستی باشیم بگیم. خیلی گفتم بیم حالا ویدیو ها چند بشید بعد چند نفر گفته بودن این ترکیب الان حذف شده داخل PS. یه تیمی بود داخل اسمش هم یاد فکرم بود اسمش یه چیزی نمیم روساد یه همین چیزی بهش لیگ دوم ژاپنه و تیم آخرین تیم داخل لیگ ژاپن. برید نگاه کنید معلومه عکس اسبی هم زده روی چیزش لوگوش. ولی خب این ترکیبش هست ترکیبش عوض کردم. الان این ترکیبی که من دارم اینو نداره متاسفانه حذف شده دیگه. مدت دیگه به احتمال زیاد برگرده چون یه سری دوباره حذف شده بود دوباره برگشت که من گذاشتم دوباره حذف شد و بعضی دنبالش هم ترکیبش هم خیلی ناب نیست مثل 4-2-4 که خیلی دنبالشن ولی اصلا به نظر من خیلی خوب نیست چون یه ترفندی من پیدا کردم 4-2-4 میشد. خب ویدیوش هم گرفتم ولی خب بعضی رو ضعیفی نت آپلود نشد و یه تخیرش گذاشتیم من شاید دوباره ویدیوش بگیرم و اصلا آپلود نمیشد
و 4-2-4 هم تستش کردیم. من یه مدت باش بازی میکردم، اصلا چجوری بگم نمیچسبه باش پاسکاری، نمیچسبه که اصلا نمیشه پاسکاری کرد. پاسکاریایی که باش میکنی اصلا هافک نداری. 4-2-4 هافک هیچی نداری. هافک نداری خب طبیعتا مثلا نمیدونم بعضی شاید بتونه، ولی منی که هافک نداشته باشم مثلا تیمم فلجه. حالا شما نها کنید من ترکیبایی که پیدا میکنم و میذارم معمولا پر هافک میذارم، چون من مهاجما سرعتی میذارم. حالا اینجا مهاجما سرعتی میذارم، نوک سرعتی میذارم که تعریفم ترکیبش هست. آره سرعتی میذاریم که آقا هافک هم داشته باشم، یا هافک پاسورم حداقل دارم. الان ترکیب اصلی من نگاه کرده باشید بگید آقا چرا مثلا نیمار رو نمیذاری عقب، یا مثلا نیمار نمیذاری عقب امباپه رو بذاری داخل، یا همچین چیزایی. مثلا امباپه رو چرا نمیذاری جای پدری داخل؟ من به خاطر پدری شما پاسش نگاه کنین، حالا شاید هم تو آماری یه ذره ضعیف باشه ولی 2 تا پاسش بالا 90 تا چیزی که یادم. ولی شما برو داخل بازی، حالا اگه پدری دارید، حالا این پدری که من ازش راضیم، اگه پدری دارید برید آقا نگاه کنید که آقا سانت کنید، مثلا با 2 تا پا من که میذارمش چپ با چپ عالی سانت کنید. برید تست کنید آقا، مثلا با 2 تا پاش تست کنید ببینید چجور سانت میکنه. واقعا سانتش عالیه. کینگلی کومن واقعا سانت پدری عالیه. بخاطر همینه که مثلا همه میپرسن امباپه نمیذاری، تو خاطر همینه. امباپه اصلا با سبک بازی من زیاد نمیخونه کلن. کینگلی کومن چرا اینجوری زد؟ آره با سبک بازی من نمیخونه امباپه، مگه اینکه بذارمش نوک، اونم خیلی کم پیش میاد چون ولاهویچ هستش. حالا تا ولاهویچ زده باید استفاده کرد، چون امکان داره فردا اووراش بیاد پایین و اینکه بشه 97 میشه دیگه، چون بوسترش 3 تاه، 2 تا 3 تا 94 3 تا بوستر داره، 3 تا بوست تیم یا همون مربی بهش میخوره دیگه. مسی دو میکنیم، نیمار مسی پرس ولاهویچ بس عالی کومن، بارلا برو بارلا بزن. مرسی بارلا، یه ضد حمله چه گلی میزنه این تیم. کومن انتظار نداشتم این پاس به اون قشنگی رو بده، دمش گرم. اسم اینو هیچ وقت یاد نگرفتم، این بازیکن سایس 2 فکر کنم اسمش وینیسیوس یا ابوالفضل. کومن گرفت توپو، مسی یه بدن بزن، وینیسیوس باستانی برو باش، دیوید باستانی دوباره برو باش، باستانی جا موند. مرسی پاس ضعیف وینیسیوس. نیمار یه دیگه خوشگل، نیمار یه دومی رو نتونه، واقعا نمیتونه با 2 نیمار، اصلا وقتی ضعیف، اصلا وقتی این استاتوس میگن چی میگن استاتوس میاد پایین اصلا خیلی بد بازی میکنن. ولاهویچ چرا من زدم وسط؟ یه دستم گیر کرد، چرا زدم وسط؟ چرا؟ این کریس نمیدونم چرا همین جوری میره. بگیرید سلام. مرسی. چرا بابا چی داشتیم میخوردیم؟ نیمار واقعا داره گم میزنه تو تیم، هیچ کاری نمیکنه. گفتیم خوب بازی میکنه انجی، بریم ما تعویض کنیم. کیزا رو بیار جا نیمار، کیزا رو بیار، میتون ما بیار سادیو مانه، داروین نونیز یا مارتینز. حالا داروین نونیز میشه دفاع بریده. کریم هم که اصلا تزینه اونجا، یورنته هم بذار یه تستی بهش کنیم. تا حالا باش بازی نکردم، چرا دیگه اصلا تا حالا با یورنته بازی نکردم، با نستیم بازی کنم اصلا تا حالا بازی نکردم. مثلا با این کی بگم، با رحمانی بازی نکردم، این گلره مارتینز بازی کردم، این کی بود، این
کارلوس نمیکی امروز نکردم. کریم یه اکانت داشتم باش بازی کردم، واقعا کریم کلا مزخرفه آقا. تو بیگ تایمش هم بگی واقعا مزخرف بود. بیگ تایمش باش بازی کردیم. بیگ تایمش حالا بعضیا نگید آقا نمیدونم چیه بیگ تایم نداره نه، همون پکی که از فرانسه دادن کریمش بیگ تایم بود. حالا چت بعضتون نداری چت بعضتون بدونید، ولی اون بیگ تایم بود که دادن. مثلا برید تو کار تایپش نوشته فکر کنم نوشته اپیک، بعد برید تو ایفا جزو بیگ تایم هست، یعنی نوشته شده بیگ تایم ها. خب حریف داره فکر میده بعد فکر کرده فقط خودت بابا بنداز به خدا یکی چقبی جا تو بودم. از این روش ما هم زیاد میزنیم داداش، جواب نمیده این روش. این الان پاسو میکشه بالا، موقع اوت پاسو که میکشی بالا حالت قیچی مانند میشه، یعنی مثلا میندازه برای بازیکن قیچی بزنه. حالا توی ریلز کوتاهی اونو داخل پیج اینستاگرام میذارم، نگاه کنید حتما اونو به کارتون میاد. و واقعا خودم چند تا گل بزدم. خب جدیدن چون مثلا کریس نداریم تو ترکیب، بازیکن قیچی زنم نداریم. من قیچی زنم الان مسی بی تایم، مثلا اونم اسکیلشو خودم بشه زدم نداشتم. داروین بچرخ اکی ای چرا اینجوری شد؟ کاستا چرا نیومد؟ وینیسیوس کاستا میبرو. چرا انقدر وینیسیوس سرعتش خیلی بالا نیست ولی لامصب نمیدونم چرا، اصلا انگار امباپه بیشتر سرعتش 92 فکر کنم 2-3 امباپه 94. این امباپه که من دارم 94، اصلا سرعت وینی بیشتره نمیدونم چرا. اصلا هنوز من برام سواله آقا چرا این اینجوریه. مرسی کیزا گلر چرا بردی مرسی. ای چرا من دیدم عقب کروس مرسی و تمام. با ترکیب فول پوتو 3033 که چیدیم، ترکیب قول حریف و با استرنج 3000 چند بود حریف یادم نیست، بکنم 69 بود کنم، بردیم و بعد رفتیم یه دونه بالا. و اینم بود از این ویدیو. مرسی که تا آخر تماشا کردید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. این ویدیوهای اول متاسفانه نمیتونم ادیت بزنم، ولی از ویدیوهای بعدی شروع میکنیم ادیتور رو میزنیم، ادیتور خفن براتون میزنیم که با ویدیو حال کنید. شرمنده که نمیشه ادیت بزنیم. مرسی که نام کنید. خدایا رو نگهدارتون.